همونجا بود. پیداش کردی دخترم؟ بسیار خوب. 15 دقیقه مانده، خواستم یادآوری کنم. اگر تا 15 دقیقه دیگه اینجا نباشی باز چی نیاز است که برات یادآوری کنم؟ خودت میفهمی دیگه، نه؟ میفهمی چرا؟ به خاطر که در بین بیادرت و قسم انتقام که خوردی مجبور نشی یکیش انتخاب کنی سلیمان. من از این نترسیدم که مرا میکشی. بیادرت که بعد از سالا پیدا کردی. من تو را نخواستم که با دستای خود از بین ببرم. به خاطر که تو با این عذاب وجدان زندگی نکنی چوب شدم. بیازو بعداً کل چیزا برات میگفتم. اما چرا؟ به من جواب بده. چرا؟ حالا وقت چوب شدن نیست. به من جواب منطقی بده. به من جواب بده. چرا؟ میفهمی چرا؟ ارنیکو بچه مرا از بین برد. او بچه ما که نام بیادر گم شده ما سرش مانده بودم از بین برد. او بیشرف بچه ما کشت. یعنی بیادر زاده تو را کشت. نه، دروغ است. ارنیکو طفلا را نمیکشت، خودم میکشت. اما اجازه ای را نمیداد که یک تار موی از سر یک طفل کم شود. میفهمی؟ دروغ نیست بیادره. من هیچ وقت دروغ نمیگم. پس با تو دروغ گفتن بیادر. سر پدرم تهمت کردن. او طفلا نمیکشت. امکان نداره. کسی را که من پدر میگفتم بیادر زاده مرا کشته. اما ترس؟ نه، امکان نداره. قبول نمیکنم. هدفش ما بودم سلیمان. بچه‌ام نبود. در دوری که در تشکیلات کار میکردم به خاطر که مانع قاچاق سلاحی او شدم. خواست مرا بکشه. به خاطر از بین بردن من زیاد دوید. بله، میخواست که مرا بکشه. گفته بود که در موتر ما بم بانن. اما به جای ما در اون موتر بچه یک دانه بالا شد. سلیمان بیادرم، نه که تو برم نگفتی اگه انتقام بچه تا نمیگرفتی ما به جای تو انتقامش میگرفتم. بیادر حال من چی کنم؟ از یک طرف ودت میگه که به خاطر انتقام گرفتن قسم خوردی و باید سر قسمت هم استاد باشی. از طرف دیگه بیادر اصلی و سکیم قاتل پدرم. مسئله من چی کنم بیادر؟ به من بگو چی کنم؟ آی مده بسته عمرم، یعنی به خاطر گرفتن انتقام ارنیکو زندگی کردیم، قسم خوردیم. حالا من چی کنم؟ برم بگو چی کنم؟ حالا میفهمی که باید چی کنی سلیمان؟ بعد از این به خاطر خواهرت باید زندگی کنی. نفهمیدم. چی؟ گوش کن. پیش از اینکه آقا کرد بمونه یک راز دیگران میفهمید سلیمان. اما فهمیدم. نامه پدرم خوندم. کم کم به یادم آمد. مادرم ما در او حادثه ترافیکی حامله بوده. تو چی میگی؟ من نفهمیدم. یعنی ما صاحب یک خواهر می شدیم سلیمان.
پیش از او حادثه مادر ما حامله بوده. او طفل حال کلان شده. دیدمش. ما حال یک خواهر داریم سلیمان. ای که میخوای چی کنی من نمیفهمم. ما کدام خواهر ماهر نداشتیم. من مادرم به یاد دارم، پدرم به یاد دارم. اگه مادرم حامله می بود او هم به یادم می بود. سلیمان کاملا عادی است که تو به یاد نداشته باشی بیادر. زیاد خورد بودی. وقت جان به ما گفت حتی ما مثل یک خو به یاد آوردم. مادر ما در حادثه ترافیکی حامله بوده. بعد از حادثه دکترها تونستن که خواهر ما را نجات بده. بله آقا کرد به خاطر که صاحب طفل نمیشد او را پیش خود برده. او دختره کلان ساخته. متوجه او بوده حال کلان شده. بیادر تو چی گفتم میری ها؟ یه گپ حقیقت داره. حقیقت داره. زینب خو میشناسینی؟ امو زینب را که آقا کرد دختر خود میگفت. ده اصل او خواهر اصلی و خونی خود ما از سلیمان. چی میگی بیادر؟ سلیمان بیادر زینب خواهر ما و تو است و فعلا زندگی او در خطر است. روانی او را فرار داده. او منتظر است که بیادرش بیاین و او را نجات بده. یعنی که صداقتی که نسبت به علی داشتی از محبتی بیادرت کردن مهمتر بوده. با خاطر به علی خیانت نکردی. شاید دمیدم که من مادم خودم رسک کنم، اما با دل ایلیس که باید با جان بیادرت بپردازی. بیچاره با اونا زیاد عادت کرد. اما آدم های شیرین و ساده هستن دیگه. اونا دی دنیا حتما به هم میرسن. چرا که هر دوشنه با هم یک جا میکشیم. ندیم. ها صبر کن خانم سیفدا. فکر کنم که یه وقت شناس نیستین. ما وقتی که شما آمدین پیشتر امر دادم که اونا را از بین ببرن، اما در لحظه آخر زندگی بیادرت نجات دادی. البته که دست خالی نامده باشی. بیادرم کجاست ندیم؟ حتما توقع ایره نداری که بگویم نه؟ تا وقتی که مطمئن نشم چیزی را که میخوایم او را آوردن یا ناوردن براتان نمیگم. ایلاشون کنم؟ نه به نظر من قدر لودام نیستم. اگه قسم باشه بسیار جگر خون میشم که تک انسان لوده شریک شده. وقتی به تو هاردست که به تو از کجا بفهمم که بیادرم آزاد میسازی؟ البته نمیفهمی، اما خود فهمیدی. صداقت در دنیا مهمترین چیزی است که ما برش ارزش میدم. اگر نظر به قوانین رفتار نکنیم باز وقت باخت هزم است. همه بگی حال وقتش است که جای بیادرم و زینب ببرم بگویی. اونا کجاستن؟ بیادرم کجاست بگو. هم میگم تشویش نکن چانا. گفتم بگو بیادرم کجاست ندیم. پیش از اینکه بگویم اینجا یک نفر دیگه هم میرسه. منتظر از او هستم. کی؟ منتظر کی هستی؟ در اصل باید اینجا وقت میرسید، اما معلوم میشه او هم مثل تو وقت شناس نیست. چی شد؟ انتقام ما را گرفتی یا نه؟ با وعده که دادی تانستی عمل کنی؟
میفهمیدم که دلت به بیادرت میسوزه. میفهمیدم که سر قسمت استاد نمیشی بیادر. اما بیادرت اعتراف خود کرد نی؟ حقیقت گفت نی؟ چی شد؟ میگفتی دروغ است. با ما باور نکردی. حال خود حقیقت فهمیدی نی؟ وقتی فهمیدی پدر ما را بیادرت کشته چی حس داشتی بگو؟ چی حس داشتی؟ گابزنه پیلوت چرا چوب هستی؟ احمق! این آمدم. علی ها این آمد. علی هروغلو. سیفدا تو در اینجا چی میکنی؟ ندیم سیفداره تو چرا اینجا آوردی؟ به زور ناوردمش. دعوت کردم او هم دعوت مرا قبول کرد و آمد جانم. دستم البته که به مثل تو دست خالی نامده. برات گفته بودم علی، گفته بودم معماره حل کن. حل کرده نتونستی. حالا خب فهمیدی زینب شانه به خاطر اختطاف نکردیم که تو با من هاردسکه بودی. به خاطر سیفدا ای کار کرده بودم علی. به خاطر که نتونستی حلش کنی. یا هم هاردسکه هم صداقت کسی را که از دست دادی در زندگی زیاد دوستش داشتی. تو در چارایی بند ماندی علی. لطفاً مرا ببخش. ما مجبور بودم. خوب است. سیس هاردسکه گرفتی. حالا دیگه سیفدار ایلاکو. مرا خب مشتاستی سر وعدیم استاد هستم. او میره. او مرغای عاشق آزاد میسازم. اما اول ایره باید ببینم. کسی که در پشت مشرقی خود هر کار میکنه خدا میفهمه که در حق ما چی کده میتونه. نکندی پشت او هاردسکه که میگشتی ای تو خب فکر نکدی که بینامز مانده باشمش نه؟ علی رمزش چی است علی؟ میشه برای ما بگویی لطفاً؟ یا که تاریخ تولد سیفداست؟ امکان داره یک دفعه امتحانش کن. اما احتیاط کنی. اولین امتحانت شروع میشه. در بین هاردسک یک سیستم است و میفهمی که سیستم چه قسم کار میکنه؟ اگر در 30 دقیقه رمز درسته وارد نکنی معلومات داخلش به شکل اتومات کلش پاک میشه. بله زینب خواهر خونیم است، اما دی دعوا هیچ او ربطی یا گناهی نداره. ای را میفهمی؟ نمیتونستم دی وضعیت تو را تک تنها بانم. درک میکنی؟ درک خو میکنی نه؟ ببین مسئله بیادرم جداست، اما به خاطر زینب به محق خو میتینی؟ پیشم هستی نه بیادرم؟ علی تو دروغ میگی. اگه میخوای امتحان کن. هر قدر کوشش میکنی کوشش کده میتونی. تو هر قدر که کوشش هم کنی با هیچ نوع پروگرام نمیتونی که رمزش از بین ببری. به خاطر تو یعنی واضح تر بگویم رمزش فقط ده اینجا است.
اگه کدام کار کنی کل معلومات از دست میتی. امتحان کو. اما برات گفتم امتحان کو. برات خود گفته بودم. کدام زوری نداری علی، فراموش نکن ای که سفدا به خاطر بیادرش به تو خیانت کرده و خواهرتان پیش ماست علی. چی؟ زینب امکان داره خواهر تو باشه. علی ای چی گفتم میره؟ بله سفدا او خواهرم هست. مام نفهمیدم علی جان. اگر میفهمیدم میگفتم. من مثل آقا کرد به وجدان نیستم که دو بیادر و خواهر از هم جدا نگاه کنم. جدا نمیکنی اما میکشی. چه قسم یک تهمت است سفدا؟ مگم تو برای کشتن بیادرم و زینب تهدید نکردی ندیم؟ برات یک راز میگم فهمیدی؟ مشقت یک زن بسیار هوشیار است اما یک مشکل داره و ایره نمیفهمه که حقیقت عبارت از یک لکه زرد است. چت یاد گفتن بس کن ندیم. کار عاقلانه نیست. یعنی آقا کرد از تو خواهر رو بیادر در پاد کرده و تو به خاطر وصیت که کرده رمزه به من نمیگی. بسیار بیعقلستی. این کار به خاطر وصیت آقا کرد نمیکنم. به خاطر این کار میکنم که معلومات تشکیلات در دست یک خاینه مثل تو نفته. علی از این انسانیتت منصرف شو بیادرم. تو در یک سوراخ بند موندی علی. کی گفته که ما در سوراخ بند موندیم ندیم؟ بهترین سرودهای ایرانی. نازنین نازت بنازم تا ابد بمون کنارم فدای چشمای ناز. بهترین سرودهای تاجیکی. ستای فاکی یارم به وفا شدی. تنها از کانال تاجیک موزیک. دوستانی عزیز با شما کانال تاجیک موزیک را توصیه می‌دهیم که در کانال بهترین سرودهای تاجیکی و ایرانی را گوش کنید. سیلکای کانال را در پایان ویدیو میگذاریم. حتما در آمده ابونه شوید. ما شما را انتظاریم. اوه علی خود تنها آمده بود ولی که به وعده خود عمل میکرد کجاست؟ ما برات کدام وعده ندادیم. میفهمی به خاطر چی؟ به خاطر که 100% مطمئن بودم که تو در اینجا هیچ وقت تنها نمی باشی. علی با من رمزو بگو اگه این خونه زیاد ریخته خواهد شد. بله ریختانده میشه. اما خونه کی ریختانده میشه؟ میلی اصلا طرف هر کس که باشه اول خونه عمو میرسه. اسماعیل؟ علی مرا واقعا دست کم گرفتی علی. ده هر جای نفرهای ما حاضر هستن به خاطر ما بدون فکر کردن جان خدا بوده. به خاطر امروز ما سالها کوشش کردیم. حال رمزه برام بگو. اگه مرا بکشیم او رمزه هیچ وقت برات نمیگم. کی گفته که تو را میکشم علی؟
علی وقت ما ضایع میشه ایره خودت میفهمی. تصمیمت زود بگی، رمز یا معشوقت. حالا دیگه پیش ما زیاد وقت نیست. حالا دیگه تصمیم بگی، رمز یا که معشوقت. این کارا نمیتونم سیفدا، نمیتونم. نکن ندیم، این کارا نکن. خودت خواستی علی. سیفدا! زینب و سینان پیش ما بیاره. معشوقش خواه فدا شد، ببینه خواهرش فدا میکنه یا کنه. اعلام کو گفتم. اعلام کنین. اعلام کو گفتم. بی غیرتا. اعلام کو. گپ نزن، را برو. سیفدا خواهر تو را چی شده؟ خواهر فدا چوان بخیز. خواهر بیادرتان تشکیلات بیشتر شما دوست داره. خواهر جان، خواهر. از خاطر اگر هم زنته باز شما هم کشته میشه. سینان به شکل تکنیکی خواهرتانم منه، بلکه علی بیادرتان بسیار جوان هستین، گناه دارین. چطور؟ علی جان، حالا دیگر رمزه بگو بیادرم. هرچی میکنی بگو، رمزه به تو نمیگم. علی واقعا تو را درک نمیکنم. سیست که تشکیلات اسیفدا کده بیشتر دوست داشتی. دی چندین ساله که از بودنش خبر نداشتی از خواهرت زینب کدام بیشتر دوست داری ای تشکیلات بیشرفه؟ تو چی گفتی ها؟ از خواهرت زینب گفتی؟ بله زینب جان، علی بیادر تو هست. به حال به خاطر زنده مادر تو رمزه به ما میگه، یا ای که تو برش بگو که رمزه به ما بگوه. زینب جان ها بیادر پشتو بیادرم که میگشتم تو هستی. بله خواهرم، اما من یک بیادر دگم دارم نی؟ بله زینب، پیلوت یعنی سلیمان. خدایا سربار شکرت که بیادرم رو پیدا کردم. آن اگه با مرمون در قصهش نیستم. نه زینب، این قسم یک چیز نگو. از اینجا نجات پیدا میکنیم و هم دیگره در بغل گرفته از اینجا میبریم. درست است؟ بله صحیح شد، اما قرار بحث هست دیگه. ببینین گپای احساساتیتان مرا واقعا جگر خون ساخت. حال علی جان میشه که به ما رمزه بگویی چی میشه؟
دختره بیارین. دختره اینجا بیارین. اعلام کو. گفتم اعلام کو. خب تو دختر را که دوست داشتی فدا کنی. میخوای خواهرتم فدا کنی ها؟ میخوای خواهرتم فدا کنی چطور؟ چیزی را که میخواستم ببینم امی است. حالا علی با من رمز بگو اگه نی بد میشه. ببین با بار آخر پرسان میکنم بار ما رمزه میگی یا نه؟ صحیح است. برات میگم. بسیار خوب. حالا دیگه وارد کن. 2 9 1 2 2 0 1 تاریخ امروز است. تا که امروزه هیچ وقت فراموش نکنی. روانی بچه تو هنوز از خود کده روانی تر ندیدی، اما خیر است با هم معرفی خواد شده. ضرور نیست که جاسوس هایت به خاطر خودت بکشن. روانی یا وقتی او روانی مرا پیدا کرد قسم را بیاکدم مثل که انقدر او کار میکنم هر بلایی که سر آخر کرد آمد خبر داشت. پس چرا تا امروز چوب بودی؟ با خاطر که روانی با هر جاسوس دیگه قسم معلومات میده. نمیفهمیدیم که کی جاسوس است و کی نیست. در هر پلان با خود یک جاسوس میگه. در پلانه که امروز با تو طرح کرده وظیفه من. ببین ای که زینب کجاست واقعا نمیفهمم. آماده ای پلان ماست. سیفداز روانی جای زینبه به هیچ وجه به ما نمیگه. به خاطر که بتانیم به او برسیم لازم است که این کار انجام بدیم. کمی خطرناک نیست؟ حالت یک کار میکنیم. در جان سیفداز زری کرده خلطه خونه جای و جای میکنه. باشیلی که مرمی خلطه خون میکفه و خونه ما ایستا جاری میشه. ما اون کسایی را که سرش اطمینان دارن در بین جاسوسای او روانی جای و جای میکنه. دیگه کدام چاره نداره. این کار کده میتونه. من میتونم. ببینید به خاطر که نمیفهمم در تشکیلات کدامشان جاسوس هستن کدامشان نیستن این کار را با شما میکنم. وقت روانی رمز اشتباه وارد کنه یک علامه به شکل اتوماتیک روان میشه باز تو علامه تعقیب میکنی یعنی ما را پیدا میکنی. وقت روانی مصروف وارد کردن رمز میباشه متوجه علامه نمیشه. پیلوت ببین روانی بسیار یک آدم خطرناک است. زیاد متوجه خود باش. درست نیست؟ خاطر تخت بیادر مامکتت هستم. آخر راست روانی یا تسلیم شو یا زندانی میشی. فهمیدی؟ این قسم اصلا نمیشه. میشه.
بسیار خوب میشه. علی تا جانت را نگیرم اصلا جایی نمیرم، فهمیده باشی. من برنده شدم علی. تو ایره هیچ وقت نخواد فهمیدی. حاله نوبتم هست. حاله داستان شروع میشه علی. و حتی روحتان خبر نخواد شد. خواهر جان تو خوب هستی؟ لالای تا زیاد ترساندی به خدا و قرآن. تو خوب هستی نه؟ نه جان خور نه ما کتلی پلان جور کرده بودیم. شکر که خوب هستی قربانت شم. سعیز آرام باش. گذشت برای کار مجبور بودیم. گذشت یک دنیم. تو خوب هستی نه سیفدا؟ خوب هستم. کلتان خوب هستین نه؟ خوب هستیم بیادر، خوب هستیم، تشویش نکن. تو واقعا بیادرم هستی؟ ما هم بیادرت هستم. بله من 2 بیادر دارم. در نامه همی قسم نوشته شده بود. خواهر و بیادر اینه کل ما یک جای هستیم. یک جای هستیم بیادر، با هم یک جای هستیم. بیادر ودتام کتما یک جای آمد. دیدم. وای میز ما چقدر مقبول مانم میشه. خانم عزیزم قربان دستایت. از تو هم بسیار زیاد تشکر شوهر عزیزم. علی بگو جانه. کلینا خو خو نیستن نی؟
واقعا خیالات ما به حقیقت تبدیل شد. خو نیست، کلش حقیقت است. این خوشی ما تا آخر عمر طول خواد کشید. حالا برو دروازه رو باز کن. سیز خوش آمدیم. ما آمدیم. عیدت مبارک. عید تو هم مبارک. خوش آمدی. خوش باشی. تو هم خوش آمدی. یک دونیم بان دیگه. چشما بین کورتی تا بکش که حالا گرمی نکنی. اینجا بانمش. بیا اینجا بیشالا. سر پا استاد نباش. کلا آیسته آیسته. آی پیلوت باز اصاب مرا خراب میسازی. من خب مریض نیستم، فقط حامل هستم. سعیست دیگه مام خمیره میگم. حامله هستی سر پای نباید استاد باشی. بیادر زحمت هم میشه. این میوره ده فیلم ها دیده دویگو باز دلش شده. دلم نشده. در تلویزیون دیدم. ما کجا تو چیزا را خوردیم، فقط میخواستم ازش بچشم. شاید دخترک خورترک ما میخوایم ازش بچشه. شاید دل او شده باشه مادرش. بعد از این من محبت ما بین تو و دخترم تقسیم میکنم. سیس همو تکو. من میرم دروازه رو باز میکنم. عید مبارک. عیدتان مبارک. خوش آمدین. بیا بریم. بیادر جان خوش آمدی. جانم حالا بفرما. ملا صاحب خدا تا حالا داخل برو. پدر جان جانه بچه خوش آمدی. امیر بود که داخل رفت؟ بله امید، کاکای، خاله دویگوید کلگی ده داخل هستن. حتی خداداد بیادرت هم ده داخل است. حالا برو. زنده باد اما جانم. اما آی جانم نازمیش. البته با مام سلام نمیده. البته دیگه امیش پیدا کده کاکایش فراموش کده. علی جان چی گپا؟ عید مبارک. عید مبارک وزلم. از یک علی جان آوردی بسیار تشکر. حالا تو هم داخل بیا اگه کار نداری. نه حالا مادر منتظرم است. دفعه بعدی حتما میایم. با امیدی دیدار. خداحافظ. با سیفدام سلام بگو. البته که میگم. بله بیا جانم. روزید که میگن باید عمیق قسم باشه. حالا بفرمایین دیگه. حالا دیگه نوش جان. ترموز چای کجاست؟ حالا چای بندازین. تو بیشی بیادر من میرم باز میکنم. ملا صاحب چای بندازم؟ بنداز. ویدت تو پس آمدی؟ پس آمدم. حتما میزیدم آمده است. میخواستم پرسان کنم که به بیادر دیگه تام جای هست یا نه.
چطور نیست بچه‌م؟ چطور جای نباشه؟ بریم داخل. وداد خوش آمدی. بیادم میزیدی که ما یک جای بیشین. عید مبارک. عیدت مبارک وداد بیادر، خوش آمدی. خوش باشی. حالا دیگه عید حال عید شد. نوشه جانتان. باش مامان. بگی تو بخور. بگی بخور. بگی دیگه فایده داره بگی. دلم نمیشه. به خاطر دختر ما. یوسکو پیلوت. حالا بگی جانم بخور. چقدر شاله هستی. بگی دیگه نه یک لقمه بخور. بهترین سرودهای ایرانی. نازنین نازت بنازم تا ابد بمون کنارم فدای چشمای ناز. بهترین سرودهای تاجیکی. ستای فاکی یارم به وفا شدی. تنها از کانال تاجیک موزیک. دوستانی عزیز، با شما کانال تاجیک موزیک را توصیه می‌دهیم که در کانال بهترین سرودهای تاجیکی و ایرانی را گوش کنید. سیلکای کانال را در پایان ویدیو میگذاریم. حتما در آمده آبونه شوید. ما شما را انتظاریم.